ماه شوق و لذت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمر ابن خطاب خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اسلام بر 5 چیز بنیاد یافته است: شهادت دادن بر این گونه که نیست معبودی بر حق مگر الله و محمد پیامبر خداست، برپا داشتن نماز، دادن زکات، حج خانه خدا و روزه داشتن ماه رمضان. روایت بخاری و مسلم. ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ ستون اول اسلام شهادت دادن بر آن است که نیست معبودی بر حق مگر الله و محمد پیامبر خداست. دوم نماز را با اخلاص و محبت گذرانیدن. سیوم زکات مال را چون به نصاب یعنی چینک معین شده شریعت برسد هر سال پرداختن. چهارم در تمام عمر 1 مرتبه حج خانه خدا نمودن، یعنی کسی که قدرت و توانایی رفتن داشته باشد. و پنجم روزه ماه شریف رمضان را داشتن است. شنونده عزیز، به همه ما معلوم گشت که ستون اولین اسلام این اعتقاد است، یعنی انسان اعتقاد میکند که خداوند یک است و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است. و باقی مانده ستون دوم و سیوم و چهارم و پنجم همه این عبادت های بدنی می باشند، یعنی نماز خواندن، زکات دادن، حج کردن و روزه ماه شریف رمضان را داشتن. اینها همه اش عبادت های بدنی می باشند. برگردن هر یک مسلمان عاقل و بالغ و سالم فرض است که این عبادت ها را بجای آورد. اگر او یکی از این عبادت ها را به عذر ترک کند گناهی کبیره کرده است، باید توبه کند و بازگردد. و کسی که اگر یکی از اینها را انکار کند از اسلام خارج می شود. و کسانی که میگویند که گپ در دل است، دل تازه باشد شد، نماز هم نخوانی، روزه هم نداری می شود، بدانند که آنها خطای خیلی بزرگ کرده اند. چون الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما امر میکنند که این عبادت های بدنی را ما انجام بدهیم. بله، تازه بودن دل خیلی مهم است و این چنین عبادت های بدنی را انجام دادن نشانه تازه بودن دل هر یکی ماست، چون که دل تازه همه وقت پیروی الله و پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. از خداوند همه ما را به راه راست هدایت نما. و آن شخصانی که این سخنان را میگویند که گپ در دل است، دل تازه باشد شد، خداوند فهم اسلام به آنها بده که آنها اسلام را بفهمند و به درگاه خودت بازگردند و طاعت و عبادت های خود را انجام بدهند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.